سلام و درود بچه‌ها، چطورید پیکسلیا؟ خیلی خوشم به چنل خودتون. این پیکسل هستم و آقا دیگه ویلکام تو چنل خودتون بچه‌ها. همونطور که روی تایتل تامنیل دیدید بچه‌ها، امروز اومدیم برای نفر اول بویاپس رو بگیم. بویاپسی که خفن ترین بویاپس گیمه، فکر نکن و خدایی که آنتا ترین بویاپس هست. پس بریم برای نفر اول بگیریمش و همچنین برای نیلو خانم هم بگیریمش که نیلو خانم داشته باشه و نفر دوم نیلو خانم باشه. بچه‌ها دمتون گرم. رو بذارید روی صفحه لایک بشه، کامنت اصلا یادتون نره، سابسکرایب کنید چنلمون رو. اگر دنبال شاپ اکانت هستید و دنبال جیم با قیمت مناسب هستید، آیدی اسپانسرمون این زیر واسمون قرار میدم. دوست داشتید برید ازشون خرید بکنید و با خیال راحت تضمین خودم هستن و با خیال راحت جیمتون رو بزنید. عاشقتون. لایک ویدیو رو بزنید. بریم برای خود ویدیو. خیلی خب بچه‌ها، من امروز اومدیم دوباره با گوشی رکورد کنیم و منتظر باشید که حمایت بالاتر ما با پی سی هم رکورد میکنیم و یه خلاصی از گوشی راحت تر میشیم. یه خلاصه که اینطوری بچه‌ها لایک ویدیو رو بزنید، خود بویاپس هم بگیریم و فکر کنم الان ساعت دقیقاً ساعت 1:30 و نمیتونم اینقدر داد بزنم چون خانواده خوابن و داستان میشه دیگه بالاخره. حالا بچه‌ها فکر کنم کلا یه تقریبا تایم خاصی نمونده، یه کمتر تایم مونده و بریم کلا واسه نیلو خانم هم بگیم. اصلا نیلو خانم خیلیتون سوال پیش اومد نیلو کیه؟ نیلو پارتنر بنده هستن و دیگه خلاصه که این بویاپس به نظر خودم جالب نبود، اصلا به دل نشین بود، فقط بخاطر اینکه پروفایلمون تکمیل بشه گرفتیم و خلاصه که بیا ما بچه‌ها ما برداشت کردیم با خیال راحت بریم با 1500 هم بویاپس برای خودمون بگیم هم برای نیلو خانم با 600 جن. بچه‌ها شما اگه این ویدیو رو نگاه میکنید، من دیشبش گرفتم، همین تایمی که اومده من فرداش آپلود میکنم و سایتی که اومد خیلی خفن بود، مثلا این دنس فوتبالی که میشینه و دستمال کشش میکنه خیلی خفن بود بچه‌ها. خودم دوستش بگیرم ولی خب احتمال دادنش خیلی کم بود. بچه‌ها فردا اگر امروز هم تاپ ها دوب میاد، دوست داشته برید از اسپانسرمون خرید بکنید با خیال راحت. بچه‌ها همونطور که میدونید بویاپس جدید اومد با 300 تا جم ما میگیریمش. 800 تا سود نداره برامون، خب ولی با 300 تا گرفتیمش. اینم از اینم از پریمر خود بویاپس گرفتیم. دنسامون هم باز شد. خیلی خوب. اینجا یه ست زمینه داد بهمون که خودش باز کرد، مرسی. خیلی ست خفنی. بسا هرچی همینجا که هستیم من یه کل بویاپس هم براتون آنالیز بکنم که ببین چطوری است نسبت به کل بویاپسایی که اومده. بهترین بویاپس گلادیاتور و شوالیه خیلی عالیه و نظر من یکی از محشرترین بویاپس هست و ارزشی گرفتن داره. قبلی اصلا ارزش داشت ولی این یکی واقعا ارزش داره و یعنی مثلا این خود اسکیت بوردشه خیلی باحاله، چیز خیلی خفنی بچه. اینم خود اسکیس و لوت باکس، عجب لوت باکس خفنی. به اینم پروفایل دوباره اسکیسشه. اسکیس من میگم فکر کنم دوستشه. مثلا این خود چوب توم سحوره، اینم کیفشه خیلی عالی و یه تیشرت مثلا چقدر سرشوناش اینطوریه. بله بمب نیدشه بچه، نیدش با مزه است، باله شبیه بیت رمضانه. و دنسو خوچی دنسو او شاخلای بچه زنزان اوه ژاپنت باشه بچه، خیلی دنس خفنی داره، همه تیری کمونا رو ایزی میکنه. اما بچه این خودی ست اصلی واقعا یکی محشرترین ستای فری فایره. مثلا این کلاه و نگاه آدم میگه به آره از کلاه لذت میبره. شلوارش مالی نیست ولی خود لباس مثلا ببین چه به ست میاد، زیبا و دلنشین. به آقا باریکلا. خب ما اینو کلایم کردیم، ان شاءالله بچه‌ها پر میکنیم. حالا با نیلو خانم میگیریمش و دیگه خلاصه که دمتون گرم. اگه تو اینجا ویدیو رو بزنید لایکش کنید، عاشق همتونم. و اینجا درسمون باز شد با M4 مکس. باشه ان شاءالله اگه بشه قرار M4 رو مکس کنید. یه اسپویل شد براتون دیگه ولی خب به هر حال بیاین اینجا باشه پروفایل این آیدی خودم دوست داشته کپی کنید به من فریم بدید، البته داخل کامنت بهم بگید. و بیاین اینجا باشه من اکانتم از الیت تکنو داخل گیمه ولی خب پنتر رو داره تقریبا فوله
قیافه‌ام تا اونجایی که تونستم 100% همه رو فول کردم. اون چند تا که نبوده دست صاحب قبلی بوده و به هر حال نشده. و سیتی بلودی زدم براتون خودت. اصلا نیلو خانم الان نه آنلاین نیستش، 11 ساعت پیش آنلاین بوده. بهشم گفتم نگه آنلاین نشد. خیلی خوب بچا نگرفته. اینم براش گیف میکنیم که فردا صبح اومد داخل بازی سورپرایز بشه. بهش نگفته بودم که میخوام براش گیف کنم، فقط در جهت این باشه که سورپرایز بشه. یه خلاصی که بچا بریم داخل استور، امیدوارم براش بره و بویا پاس قبلی واسش ارسال نشه بچا، چون بویا پاس قبلی بره واقعا ناراحت میشم و امیدوارم همین بویا پاس جدید باشه. افرس من نیلو خانم و 2 تا میشه فرستاد حاجی. مثلا یکی بچه دیگه میدم، مثلا 2 تا بودن چی میشه؟ جالب نمیشه چه؟ 2 تا 600 تا جم میخواد. همون بچه یه دونه هم ایکسچنج کنیم براش، فقط امیدوارم اصلی براش بده دیگه. نیلو خانم مبارکت باشه عزیزم و یه دونه بچه بریم هم دیگه پروفایلش رو نگاه بکنیم ببینیم که براش رفته یا نه. ولی خب احتمالاً باید فکر کنم به داخل پاکت نامه‌اش بازش کنه تا واسش بیاره بالا. نه ماشاءالله باید 100% داخل پاکت نامه باز کنه. زمانی که باز کرد توی ویدیوی بعدی براتون میذارم، به داخل شرط تلگرام واسهتون میذارم. دوست داشتید برید اونجا نگاه کنید و اگر بچه‌ها لایک های این ویدیو برسه به 1 داخل کامنت ها یه 100 جم قرعه کشی میکنم، یه بویا پس واسه شما میگیرم. بتره کنید یه خلاصه چه کامنت ها رو. فقط اینم ست خود زمینش هم ببینیم. راستی یادم رفت بهتون میگم اینو. ست زمینش واقعا محشره. پسر. اصلا نگاه خیلی خفنه. بچه رنگت همیشه ستای دخترانه رو بچه واسه دخترها رایگان میره. مثلا ما پسرانه شاید دیگه تا آخر پر کنیم. داستان چیه؟ چرا تبعیض قایم میشه قارن جان؟ و نه اشتباه اومدیم. خیلی خوب بچه این هم اصلا اصلیمون. یه خلاصی بچه لایک کنید اصلا یادتون نره. چنل اسپانسر هم گوشیم داخل دیسکریپشن، دوست داشتید برید از اونجا سفارش جم بدید و با خیال راحت اکانتتون رو بخرید. عاشق همتونم. مرسی که تا آخر ویدیو رو نگاه کردید. دوستان همتون امین پیکسل، ما رو خودتون باشید. خدا نگهدار. میخوام سیرسایب کنم به این ماره